داره. اون چیزی که کشور ازش رنج میبره ناترازی در مدیریته. ببینید ما تو حوزه حمل و نقل بحث 55 میلیون تن تولید فولاد وقتی میکنیم و ظرفیت تا 55 میلیون تن یه مفهوم داره. یعنی شما برای تولید یک تن فولاد 5 تا جابجایی مواد داری، 5 برابر بعد مواد جابجا کنه. با این مفهوم اینه که ما بایستی 275 میلیون تن ظرفیت ایجاد کنیم توی زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای و حمل و نقل ریلیمون که متاسفانه با توجه به اتفاقاتی که تو این سالهای افتاده و سرمایه‌گذاری مناسب در حوزه لوجستیک اتفاق نیفتاده، امروز ما یکی از معضلات و مشکلات بزرگمون انتقال موادمونه. ما بازارهای صادراتیمون دونه دونه داریم از دست میدیم. در حدود 1 سال نیم پیش این مقررات خلق الصاعی که یکی از فکر می‌کنم که معاون وزیر سمت بود و در حقیقت ستاد تنظیم بازار مقرره‌ای رو دادن بیرون که 24 نوع محصول و مشمول ممنوعیت، محدودیت و عوارض صادراتی بسیار سنگین کردن. تو همون مقطع یه محاسبه کردیم ما عدم النفع کشور نزدیک 3.8 میلیارد دلار بوده. خب اینا هم موضوعاتی که به شدت داره به صادرات فولاد لطمه میزنه و دونه داره فقط بازار فولاد ما، بازارات محصولات ما رو داره از ما میگیره و تقدیم میکنه به رقبای ما که حالا ترکیه هست، بخشش و حتی اوکراین بوده، هند بوده، ما تقدیم اونا کرد.